ترشی سیر فوری. ترشی سیر یکی از اصیل‌ترین ترشی‌هایی هست که مربوط به شهرهای شمالی ایران و همدان می باشد. بریم که با هم یک ترشی سیر فوری درست کنیم. با ما همراه باشید. سلام. برای درست کردن ترشی سیر فوری من این روی سیر رو کاملا کندم، زیرش رو هم بریدم که اینا همه آماده باشه. ببینید به این صورت. این قسمتش هم میکنم. ببینید داخل یک کاسه میریزم. باید این سیرها شسته بشه چون ممکنه لابلای اینا خاک داشته باشه. به مدت 24 ساعت آب معمولی میریزیم روی سیرامون و این سیرا رو میذاریم بمونه. هم خیس میخوره و هم اگر گرد و خاکی یا کثیفی چیزی داره از داخل این میره. اون سیرا رو من نشون دادم که شما بدونید که چه کار باید بکنید. ما اینا رو از قبل توی آب خیس کردیم، داخل قابلمه میذاریم، آماده است. آب جوش روش میریزیم. زیر حرارت رو روشن میکنیم. دربشو میذاریم و به مدت 5 تا 8 دقیقه اجازه میدیم که این با این آب بجوشه. خب دوستان عزیز، همینجور که مشاهده میکنید سیرامون به مدت 6-7 دقیقه با همین آب جوشید. ما این رو میاریم، سیرش رو خاموش میکنیم. این سیرا رو از توی آب در میاریم و توی اون ظرفی که قرار ما ترشی سیرمون رو بندازیم قرار میدیم. خب به این صورت سیرامون رو داخل ظرفمون میندازیم. ببینید این مابقی سیرهامون رو میندازیم و به این صورت. یه قاشق غذاخوری نمک دریا داریم، نمکمون رو میریزیم. یه مقداری شیره توت داریم، میتونیم از شیره های مختلف استفاده کنیم. اینجا من سرکه‌ای که استفاده میخوام بکنم سرکه سیبه. میتونید از سرکه انگور، سرکه سفید، هر سرکه‌ای که خودتون دوست داشته باشین یا موجود باشه استفاده کنید. این سرکه رو من آرام آرام میریزم روی سیرامون و شیره انگور رو هم یا شیره توت یا هر شیره‌ای که داشتین اون رو هم اضافه میکنم. شیره‌ای که داشتیم رو هم کامل اضافه کردم. اگر احیانا شیره نداشتید میتونید از یک شاخه نبات استفاده کنید. خب این برای این مقدار یک شاخه لازمه. اگر که خب مقدارش تفاوت کرد اون میزان هم تغییر میکنه و نبات بیشتری نیاز دارید. همونجور که اگر شیره هم بخواید بریزید شیره بیشتری نیاز دارید. به خاطر اینکه سرکه حالت اسیدی داره و درب فلزی هست حتما از یه پلاستیک استفاده میکنیم و میذاریم دربش رو میبندیم. خب بعد از که درشو بستیم بعد از 2 هفته منتظر میمونیم تا ترشی سیرمون کاملا آماده بشه و دقیقا مثل ترشی‌های شمال قابل مصرف و با همون طعم و مزه انشالله نوش جانتون باشه. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداحافظ.